سلام رفقا، خوش اومدید به کانال دکوراسیون داخلی ساتیا. توی این ویدیو قراره با هم یه جای ادویه کابینتی حرفه‌ای و کاربردی بسازیم که توی بازار حداقل 3 میلیون تومنه. اما من با چند تا ابزار ساده و کم هزینه یه مدل خوشگل‌تر درستش کردم. ابزارایی که نیاز داریم: چند تیکه چوب MDF، 2 تا ریل ساچمه‌ای، 2 تا میله آهنی ساده و چند تا پیچ معمولی. اما نکته اصلی اینجاست: خیلی از کابینت سازها این فضای خالی کنار فر یا ماشین لباسشویی رو ثابت میزنند، در حالی که با یه طراحی خلاقانه میشه همچین جا ادویه‌ای شیک و کاربردی درست کرد که هم زیباست هم کار راه انداز. تا آخر ویدیو با من بمون تا قدم به قدم نشونت بدم چه جوری این کارو انجام دادم. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. اگه از این آموزش خوشت اومد، لایک و کامنت یادت نره. سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی دکوراسیون داخلی ساتیا رو اولین نفر ببینی.